کمونیسم یک عقیده سیاسیه که در چپترین جناح قرار دارد. کمونیسم حاصل اندیشه‌های فکری کارل مارکس و فریدریش آنگلز است. اونها اعتقاد داشتن با اینکه کارگران بیشتر کارها را انجام میدهند اما سود کمتری به آنها میرسد، در صورتی که اشراف زادگان و سرمایه‌داران با اینکه کمترین کار را انجام میدهند بیشترین سود به آنها میرسد، در صورتی که کارگران وجود نداشته باشند آنها هم وجود نخواهند داشت. به گفته کارل مارکس در یک دولت کمونیستی مفاهیمی مثل پول، دولت و طبقات اجتماعی وجود نخواهند داشت. در یک جامعه کمونیستی همه با هم برابر خواهند بود و شما هر کاری که بخواید میتونید انجام بدید. و همچنین کارل مارکس معتقده که جنگ‌های تمام ادوار تاریخ بر سر طبقات اجتماعی بود. اگر به این مطالب علاقه‌مند هستید کانال دروازه ایران شهر رو ساب کنید.